جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان، مرحمت به برنامه امروزه ما. قصه امروزه ما قصه است که در اکثر عائله ها دیده می شود. یک معلمه بود که برای طلبگان خود وظیفه داد که آرزوهای خود را در انشا نویسند و چون آنها انشای خود را نوشته تمام کردند به معلمه سپردند و معلمه در خانه به تفتیش آنها شروع کرد و یکی از این انشاها معلمه را به گریه آورد و شوهر از او بپرسید برای چی اینقدر گریه میکنی؟ او در جواب گفت انشای یکی از این طلبگان مرا به گریه آورد. وقتی شوهر پرسید برای چی؟ بخوان. گفت یکی از آنها نوشته است که میخواهم آینه نیلگون شوم. شوهر گفت چی؟ آینه نیلگون؟ برای چی؟ برای آن که پدر و مادرم آینه نیلگون را خیلی هم دوست می دارند و همیشه آن را تماشا می کنند و به من اعتبار نمی دهند. وقتی که پدرم از کار می آید به من اعتبار نمی دهد و او روبروی آینه نیلگون نشسته خوشحال می شود و مادرم هم مرا داد می زند و وقتی که روبروی آینه نیلگون می نشیند خوشحال می شود. برای همین من می خواهم که آینه نیلگون شوم تا پدر و مادر به من نظر کنند. وقتی که شوهر این قصه را فهمید گفت طلبه بیچاره که پدر و مادر بی‌اعتباری داشته است که به او وقت جدا نمی کنند. معلمه باز گریان شد و گفت آیا تو فراموش کردی که پسر ما در این صنف می خواند؟ این پسر ماست که چنین آرزوی خود را در این انشا چنین نوشته است. برادر و خواهر ایمانیم، از این قصه درس عبرت بگیریم و برای فرزندان خود وقت مناسب جدا بکنیم که آنها به این خیلی احتیاج دارند. وظیفه ما نه فقط خورانیدن و پوشانیدن است، بلکه وقت جدا کردن و با آنها گفتگو کردن، نوازش گرفتن و آنها را فهمیدن است، چون آنها خیلی به این احتیاج دارند. پس شنونده عزیز، آینه نیلگون مانع تربیت فرزندان ما نشود. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.